بزنم. روزی ابوذر غفاری از دهانش در رفت، به برادرش بلال ابن ربا گفت که یبن السودا، ای بچه سیاه. از دهانش در رفت، ای بچه سیاه. از دهان مسلمانی در بره به برادرش بگه یبن السودا، ای کسی که مادرش سیاه یا سیاه زاده. عرش خدا به لرزه میفته. مسخره از مؤمن. هنوز تلفظ نکرده بود، مثل این که تاریکی همه جا را فرا بگیرد و ابوذر احساس نفس تنگی کرد که چطوری کنترل نکرد. چی پرید از دهنش؟ بچه سیاه. این بهش گفته بچه سیاه، نگفته بچه زنا. خوب دقت بکنید، فرق بین بچه سیاه و بچه زنا. رنگ سیاه بوده گفته بچه سیاه. حالا اگر به برادر خواهر مسلمانمون بگیم زناکار یا بچه زنا چه میشه؟ یا تهمت بزنیم چه میشه؟ خیلی خطرناکه. ابوذر احساس نفس تنگی کرد، مثل که سینه‌اش داره فشرده میشه. طاقت نکرد. جریان کشوندن به محضر رسول الله صلی الله علیه وسلم. این طبیب خیرخواه دلسوز مهربان صلی الله علیه وسلم گفت که من همچی چیز از دهانم در رفته، حالا برادرم آوردن اینجا پیش تو. بعد رو کرده بلال گفت که بلال، من وجدانم معذبه، همه چیزم به هم ریخته، من اینجا میخوابم روی خاک. شما با معذرت میخوام با اون نعلین و کفشی که پاته روی خاک و نجاست راه میری، محکم بکن تو پیشانی من و صورت من جلو همه، تا درس عبرتی باشه برای خودم و برای همه که شاهد این قضیه بودن، تا از عذاب وجدان نجات پیدا میکنم. بلال میدونست که گذشت و عفو یک از راههای رسیدن به خداست و کینه و انتقام نه. اشتباه با اشتباه. یه مسئله در ایرانی داریم که خون با خون پاک نمیشه، خون میطلبه، خون با آب پاک میشه. حالا بلال چی میگه؟ جوابشو بشنوید. گفت یا اخی، ای برادر، لم اکن لأطع باقدامی علی وجه سجد لله. من کسی نیستم که با نعلینم که روی خاک راه میره، روی نجاست راه میره، بر پیشانی و جبین بگذارم که برای خدا سجده میکنه. تو یک اشتباهی ناخواسته کردی در حق من، ولی من کسی نیستم که با نعلین خاکی بگذارم بر پیشانی که این پیشانی روز چند بار برای رب العزت و جلال داره سجده میکنه. گذشت یک از راههای رسیدن به خداست. راههای رسیدن به خدا مختلفه، متنوع است. خاتمه آیه خیلی زیباست، دوباره یک ضمانته. و ان الله لمع المحسنین. و به تأکید که خداوند همراه انسانهای نیکوکار و محسن هست. این بهش میگن سندیت، سند قوی که من و تو زندگی لازم داریم، همراهی خدا با ما. در هیچ جای قرآن خداوند اعلام نکرده که ان الله مع الظالمین، ان الله مع المستكبرین، ان الله مع الكافرین، ان الله مع المشرکین، ان الله مع المنافقین، ان الله مع اصلا. در نتیجه کافر هرچند که مقتدر باشه، قوی باشه، نمرود و فرعون و بخت نصر باشه، بازم ضعیفه، چون که از سندیت خدا محرومه.
و از طرفی دیگر مؤمن هرچند که لاغر و مردنی و ضعیف و تنها و بیکس باشه قوی است، چون سندیت همراهی خدا رو داره. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، آیه قرآنیه. در جای دیگه میفرمایند ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. خداوند میگه که اگر اهل قریه و روستایی و منطقه‌ای دو ویژگی داشته باشن، ایمان و خدا ترسی، تقوا، درهای برکت‌های زمین و آسمان رو براشون باز می‌کنیم. ان تنصروا الله ینصرکم، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. در نتیجه پابرهنگان گشنه ضعیف بی‌سواد تنها و بدون تمدن و بدون دولت جزیره العرب در ظرف 23 سال و در ظرف 40 سال خلافت خلفای راشدین کل دنیا رو قبضه کردن. همین پابرهنه ها از روی دجله و فرات رد شدن، سبحان الله، با اسباشون. و مدائن پایتخت یزدگرد سوم آخرین پادشاه فرس رو تسخیر کردن و رستم و هرمزان رو به قتل رسوندن و دولت روم زانو زد در مقابل همینایی که خدا اعلام همراهی با اونها کرده.